در دنیای وحشی ثروت‌های افراطی، جایی که میلیاردرها به راحتی در استخراج پولشون شنا میکنن، زندگی همسرانشون ترکیبی از تجمل، نفوذ و ثروت‌های شگفت‌انگیزه. مثلا ملانیا ترامپ رو در نظر بگیرید. اون از شهرت و ارتباطاتش به خوبی استفاده کرده و وارد کسب و کارهایی شده که اونو ثروتمندتر و با نفوذتر میکنن. سپس کریستی والتون رو داریم که از همسرش 15.7 میلیارد دلار به ارث برده. با وجود این همه پول، او همچنین به ارزش‌های خودش پایبند بوده. این زنان که با برخی از ثروتمندترین افراد جهان ازدواج کردن، در دنیای زندگی میکنن که تجمل فقط یه امر عادیه و بهترین تجربیات و منابع همیشه در دسترسشون. نیتا آمبانی، همسر موکش آمبانی که ثروتش از میز یک دسر عروسی هم بیشتره، زندگی پر از تجمل و ظرافت داره. تصور کنید که از یک دختر طبقه متوسط به یکی از بانفوذترین زنان هند تبدیل شید. سبک زندگی او ترکیب کامل از تجمل، خیریه و ظرافت است که او را به اندازه یک فیلم بالیوودی جذاب میکنه. یک داستان واقعی پریانه، اما با حساب بانکی که میتونه کل قلمرو داستان پریان رو بخره. از زندگی در آنتالیای میلیارد دلاری تا داشتن ناوگانی از خودروهای لوکس و یک جت خصوصی. زندگی نیتا آمبانی پر از تجربیات فوق‌العاده است. اون نه تنها یک مدله، بلکه یک خیر و علاقه‌مند به ورزش هم هست. تلاش‌های خیریه نیتا آمبانی به اندازه سبک زندگی لوکس او بزرگ و تاثیرگذاره. به عنوان رئیس بنیاد ریلاینس، او ابتکارات زیادی را هدایت میکنه که زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر هند رو تغییر میده. یکی از مهمترین مشارکت‌های نیتا آمبانی در زمینه آموزشه. او مدرسه بین‌المللی در بمبئی رو تأسیس میکنه که یکی از بهترین مدارس هند محسوب میشه. این مدرسه آموزش و امکاناتی در سطح جهان ارائه میده و دانش آموزانی از سراسر جهان جذب میکنه. بریم سراغ نفر بعدی، سلما هایک. سبک زندگی لوکس سلما هایک فقط با حرفه درخشانش نمیدرخشه. امپراتوری املاک و مجموعه خودروهایش نیز مانند یک کارناوال الماس نشان چشمگیریه. املاک و خودروهای او مانند یک فیلم هالیوودی هستند که هر صحنه شما رو به تعجب وامی داره. یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های لیست املاک سلما هایک عمارت خیره کننده او در بل ایره. این اقامت با شکوه که او با همسرش فرانسوا پینو به اشتراک میذاره تقریباً 17490 فوت مربع فضای زندگی داره. این عمارت ترکیبی کامل از طراحی مدرن و ظرافت کلاسیکه که دارای 5 اتاق خواب بزرگ، 4 حمام لوکس و یک گاراژ 3 خودروییه. زمین‌های چوبی و صیقلی به خانه‌اش ظرافت میبخشه، در حالی که پله‌های شیک که هایک در یک پست اینستاگرامی به نمایش گذاشته به نقطه‌ای از تحسین برای طرفدارش تبدیل شده. طراحی و صنعتگری ظریف این پله‌ها نشان دهنده سلیقه بی‌نقص هایک در دکوراسیون داخلی است. هایک و پینو برنامه‌های بزرگتری برای اقامت در بل ایر برای خود دارند. این زوج قصد دارن عمارت فعلی خود رو با خانه بزرگتر جایگزین کنن و اندازه اون رو 2 برابر کنن تا سبک زندگی لوکس خود رو تطبیق دهند. ملانیا ترامپ انتقال از یک مدل موفق به یک زن کسب و کار و در نهایت بانوی اول ایالات متحده سفری جذابیه که با چاه طلبی، تصمیمات استراتژیک و علاقه به تجمل مشخص میشه. پس از تثبیت خود در صنعت مد، ملانیا از شهرت و ارتباطاتش استفاده کرد تا وارد کسب و کارهای مختلفی شود که ثروت و نفوذ اون رو بیشتر کنه. او ساعت‌ها و جواهرات ملانیا رو معرفی کرد که با همکاری QVC، شبکه خرید خانگی که تقریباً یک سرگرمی ملیه، او یک خط جواهرات و ساعت‌های شیک و مغروم به صرفه راه اندازی میکنه. حس طراحی تیز ملانیا و توانایی او در دانستن اینکه مردم چی میخوان دلیل مخفی موفقیت او بود. استعداد او در ترکیب ظرافت با دسترسی به این معنا بود که محصولات او برای هر کسی که می‌خواست کمی زرق و برق به زندگی خود اضافه کنه بدون خالی کردن پولای بانکی ضروری بود. با تکیه بر موفقیت خط جواهرات خود، ملانیا وارد صنعت زیبایی شد. او مجموعه مراقبت از پوست ملانیا را ایجاد کرد. خطی از محصولات مراقبت از پوستی با کیفیت بالا که برای زنانی طراحی شده بود که به دنبال راه حل‌های زیبایی لوکس و موثر بودند. این خط مراقبت پوستی شامل مرطوب کننده‌ها، پاک کننده‌ها و درمان‌های ضد پیری بود که همه با مواد طبیعی ساخته شده بودند. برند ملانیا بر ظرافت و تجمل تاکید داشت و سبک زندگی خود ملانیا را یه جوری منعکس می‌کرد. با این حال کسب و کارهای ملانیا با چالش‌هایی مواجه شدند. در سال 2017 شرکت‌هایی که محصولات مراقبت از پوستی او را تولید می‌کردند به دلیل احتمال تضاد منافع به دلیل نقش او به عنوان بانوی اول ایالات متحده ارتباط خود را با او قطع کردند. با وجود این شکست، کسب و کارهای ملانیا قبلا درآمد قابل توجهی برای او به ارمغان آورده بودند. طبق یک پرونده مالی در سال 2016 کسب و کارهای او بین 15 تا 50 هزار دلار حق امتیاز در آن سال برای او به ارمغان آورده بودند. جولیا کوخ به عنوان بیوه صنعتگر فقید دیوید کوخ بود
که جولیا به طور بی‌صدا مجموعه چشمگیر از دارایی‌های ارزشمند رو جمع‌آوری کرده که سلیقه شخصی، علاقه کسب و کار و تعهد او به امور خیریه رو نشون میده. یکی از دارایی‌های چشمگیر که سبک زندگی افراطی اون رو تعریف میکنه، نقاشی پیسارو به نام استراحت در خندقه که ارزش اون حدود 30 میلیون دلار تخمین زده میشه. دارایی‌های گسترده املاک او حدود 50 میلیون دلار میشه. جولیا کوخ مالک قطعات مختلفی از املاکی که شامل اقامتگاه‌های لوکس و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکه. این املاک فقط خانه نیستن، بلکه شاهکارهای معماری هستن که ظرافت شکوه رو به نمایش میذارن. هر ملک به دقت طراحی و مبله شده و سلیقه و وضعیت ممتاز جولیا رو منعکس میکنه. از املاک گسترده در محله‌های انحصاری گرفته تا پنت‌هاوس‌های بلند و مناظر خیره کننده. لیست املاک او ترکیبی از تجمل سرمایه‌گذاری استراتژیکه. این املاک نه تنها به عنوان پناهگاه‌های خصوصی خدمت میکنن، بلکه به عنوان نمادهای مهارت مالی و توانایی‌های سرمایه‌گذاری او نیز هستند. برای تسهیل سفرهای خود برای فعالیت‌های کسب و کار و خیریه، جولیا مالک یک جت شخصی گلف استریم یا همون جی 650 که ارزش اون حدود 75 میلیون دلاره. این پرنده دارای قابلیت‌هاییه که ممکنه فراموش کنید توی هوا هستید. با صندلی‌های راحت، سیستم‌های سرگرمی پیشرفته و یک آشپزخونه کامل. این جت در هوا جایی است که کسب و کار با لذت از ارتفاع 30000 پایه ملاقات میشه. یکی از برجسته‌ترین دارایی‌های املاک جولیا، املاک او در همپتون نیویورک که ارزش اون حدود 100 میلیون دلار تخمین زده میشه. در اینجا جولیا میتواند استراحت کند و از زیبایی طبیعی و آرامشی که بقیه ما فقط در صحنه‌های نمایش پیدا می‌کنیم لذت ببرد. لورین پاول جابز. سبک زندگی لوکس لورین ترکیب جذاب از تجمل، ظرافت و قدردانی عمیق از چیزهای خوب در زندگیه. فراتر از تلاش‌های خیریه و سرمایه‌گذاری‌های تجاریش، زندگی شخصی لورین با یک لیست املاک چشمگیر، یک مجموعه هنری در سطح جهانی و مالکیت یکی از مجلل‌ترین قایق‌های تفریحی، یعنی قایق تفریحی ونوس، مشخص میشه. سرمایه‌گذاری‌های املاک لورین چیزی کمتر از یک شگفت‌انگیز نیستند. املاک او در برخی از انحصاری‌ترین و مطلوب‌ترین مکان‌های جهان قرار دارد. یکی از برجسته‌ترین خریدهای او املاک او در مالیبو هست. در سال 2015 لورین یک عمارت خیره کننده در این منطقه مورد توجه به قیمت 44 میلیون دلار خریداری می‌کند. اما لورین به همینجا بسنده نکرد. او دارایی خود را در مالیبو با خرید خانه‌هایی به قیمت 16.5 میلیون دلار در کنار خانه‌های خود گسترش داد. همچنین فاش شده که او 17.5 میلیون دلار دیگر برای یک خانه کوچک ساحلی در کنار املاک خود پرداخت کرده. در مجموع لورین تنها در مالیبو 80 میلیون دلار برای زمین هزینه کرده است که رکوردی برای این منطقه است. قدردانی لورین پاول جابز از هنر یکی دیگر از جنبه‌های تعریف کننده سبک زندگی لوکس اونه. اون یک مجموعه دار هنری پرشوره و مجموعه او به اندازه قابل توجهی که او رو به یکی از 200 مجموعه دار برتر جهان تبدیل کرده. طبق مجله آرت نیوز، یکی از نمادین‌ترین نشانه‌های ثروت و سبک زندگی لوکس لورین پاول جابز قایق تفریحی ونوس به ارزش خیره کننده 110 میلیون دلار. ونوس یک شاهکار مهندسی و طراحی مدرنه. این قایق یکی از پروژه‌های نهایی استیو جابز قبل از مرگش در اکتبر 2011 بود. وقتی او در حال سفر با ونوس یا مدیریت منافع تجاری مختلف خودش نیست، لورین پاول جابز اغلب در املاک گسترده خود در سان فرانسیسکو پیدا میشه. کریستی والتون. تصمیم والتون‌ها برای حفظ یک سبک زندگی فروتنانه با وجود ثروت عظیمشون گواهی بر شخصیت اوناست. کریستی و جان به رهبری با مثال و نشان دادن اینکه ثروت نباید ارزش‌های اصلی فرد رو تغییر بده اعتقاد داشت. این رویکرد به زندگی حتی پس از مرگ جان در یک سقوط هواپیما در سال 2005 ادامه یافت. کریستی حدود 15.7 میلیارد دلار از همسرش به ارث برد و او را به یکی از ثروتمندترین زنان جهان تبدیل کرد. با این حال اون اجازه نداد ثروت سبک زندگی یا ارزش‌های او رو تغییر بده. او همچنان در همان خانه ساده در سن دیگو زندگی می‌کرد و اغلب به زادگاهش جکسون می‌رفت، جایی که یک مزرعه داره و از خیریه‌های محلی حمایت می‌کنه. یکی از قابل توجه‌ترین جنبه‌های زندگی کریستی والتون سخاوتمونه. او بیش از 2 میلیارد دلار به دلایل مختلف اهدا کرده و او رو به یکی از خیرترین زنان جهان تبدیل کرده. برخی از سازمان‌هایی که از سخاوت او بهره مند شدند، بنیاد خانواده والتون، بنیان بیل و ملیندا گیتس، صندوق بورس تحصیلی کودکان، موزه تاریخی طبیعی سن دیگو و کارگاه خیریه هستند. کریستی همچنان بنیاد خود را ایجاد کرده است، بنیاد کریستی والتون که بر توانمندی سازی زنان و دختران در سراسر جهان تمرکز داره. نفر بعدی پریسیلا چانه. در حالی که پریسیلا اغلب با لباس‌های ساده و حرفه‌ای دیده میشه، کمد لباس او مانند یک بازی قایم موشک سطل بالاست. انتخاب‌های مد پریسیلا چان نیز تحت تاثیر نقش او به عنوان یک خیر و شخصیت عمومیه. او اغلب لباس‌هایی را انتخاب می‌کنه که شیک و در عین حال ساده‌اند. به عنوان همسر یکی از بانفوذترین افراد فناوری جهان، سبک زندگی سفر پریسیلا چان چیزی کمتر از فوق‌العاده نیست.
از جت‌های خصوصی تا استراحتگاه‌های انحصاری، تجربیات سفر او گواهی بر زندگی لوکسمونه. یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های سبک زندگی سفر پریسیلا چان استفاده از جت‌های خصوصیه. این زوج مالک یک گلف استریم یا همون جی 650 هستن. یکی از لوکس‌ترین و پیشرفته‌ترین جت‌های خصوصی موجود در جهان. این هواپیما که حدود 65 میلیون دلار هزینه داره، با فناوری پیشرفته مجهز شده و راحتی و بی‌نظیری رو ارائه میده. مقاصد سفر پریسیلا چان نیز به همان اندازه چشمگیره. او و خانواده‌اش اغلب در برخی از انحصاری‌ترین و لوکس‌ترین مکان‌های جهان تعطیلات خودشون رو می‌گذرونن. یکی از مقصدهای مورد علاقه اونها کارائیبه، جایی که اغلب در جزایر خصوصی اقامت میکنن. این جزایر حریم خصوصی و انزوای کامل رو ارائه میده و به خانواده اجازه میدن تا دور از چشم عموم استراحت کنن و آرامش پیدا کنن. این جزایر با ویلاهای لوکس، سواحل خصوصی و مجموعی از امکانات مجهز شده و اطمینان میدن که هر نیازی برآورده میکنه. اگه میخواید یک روز زندگی با مارک زاکربرگ و همسرش پریسیلا چان رو ببینید و ببینید توی یک روز چجوری زندگی میکنن، ویدیویی که بالای صفحه میاد حتما نگاه کنید. خب بچه‌ها، رسیدیم به آخر ویدیو. مرسی که تا اینجا همراه من بودید و تا اینجا ویدیوهای منو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست دارید بدونید افراد ثروتمند خونه‌هاشون چجوریه و تو چه جایی زندگی میکنن و چه امکاناتی دارن، این ویدیویی که گوشه صفحه میاد حتما ببینید.